سلام به شنونده های عزیز رادیو سپندار. من مهسا افشار هستم و توی رادیو سپندار داستان‌ها، افسانه‌ها و حکایات کهن و غنی ایرانی رو براتون تعریف میکنم. تو قسمت قبل قصه رو با پادشاهی هرمزشاه شروع کردیم. گفتیم صاحب پسری به اسم خسرو پرویز شد و از پرورش یافتنش حرف زدیم. بعد از قوانینی که هرمز وضع کرد گفتیم که خسرو پرویز قوانین رو زیر پا گذاشت و بهاشو هم پرداخت. گفتیم خسرو جدش انوشیروان رو توی خواب دید و مژده اتفاقات خوبی بهش داده شد. از جمله این اتفاقات دختری به اسم شیرین بود. آخرای ماجرا هم رسیدیم به جایی که خسرو ندیم خودش شاپور رو میفرسته به سرزمین ارمن تا درباره شیرین براش خبر بیاره. اگه هنوز قسمت قبلو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول اونو گوش کنید بعد بیایید سراغ این قسمت. شاپور راهی ارمن شد. وقتی به کوهستان ارمن رسید، زخارا بود دیری سال کرده، کشیشانی بدو در سال خرده. فرود آمد بدان دیر کهنسال، بران آیین که باشد رسم ابدال. توی کوه عبادتگاهی قدیمی بود که کشیش و خادمای پیر و سال خورده‌ای داشت. شاپور وقتی به این عبادتگاه رسید به رسم ادب از اسب پیاده شد که بره یه ادای احترامی بکنه. یکی از این خادمای دانا و باسواد به شاپور گفت که زیر دامن این دیر غاری است، در او سنگی سیه گویی سواری است. که زیر این عبادتگاه یه غاری هست و درون غار سنگ سیاهی وجود داره. این سنگ به شکل یه اسب به نظر میرسه. اطراف این منطقه هم دشتی هست پر از گله و رمه اسب. بین این اسبا یه ماده بسیار چابک و قوی بود که از 100 فرسنگی خودشو میرسوند به این غار. به سختی از دهانه غار میرفت داخل و با اون سنگ سیاهی که به شکل اسب بود عشق بازی میکرد. میزنه خدا معجزه میکنه و در نتیجه این عشق بازی ها اسب ماده حضرت مریموار باردار میشه. هر آن کره کزان تخمش بود بار، ز دوران تک برد و از باد رفتار. هر کره اسبی که از نسل این ماده است به دنیا بیاد از فلک دویدن و از باد رفتن رو به ارث میبره. یعنی که تند و تیزترین اسب دنیا میشه. چنین گوید همیدون مرد فرهنگ، که شبدیز آمده است از نسل آن سنگ. این ماجرا رو تعریف کردیم که بگیم شبدیز قصه ما هم از نسل همین ماده اسبه. برای همینه که اسب خاص و منحصر به فردیه. شبدیزو یادتونه دیگه، اسب مهین‌بانو و شیرینه که انوشیروان توی خواب به خسرو پرویز وعده داد این اسب قراره برای تو بشه. حرفای پیر دانا که تموم شد، شاپور دید هم خیلی خسته است هم دیگه داره شب میشه. بهتره که امشبو توی همین عبادتگاه سپری کنه. درستی خواست از پیران آن دیر، که بودند آگه از چرخ کهن سیر. که فردا جای آن خوبان کدام است، کدامین آب و سبزیشان مقام است. شاپور از پیرای عبادتگاه جای مهین‌بانو و شیرینو پرسید. اونا هم گفتن بعد از این کوه یه چمنزار و بیشه باصفایی هست که شیرین و اطرافیانش صبح زود میرن اونجا.
پگهتر زان بتان عشرت انگیز، میان در بست شاپور سحرخیز. سحرگاه شاپور از خواب بیدار شد و آماده شد که زودتر از شیرینینا برسه به بیشه. وقتی رسید اونجا خجسته کاغذی بگرفت در دست، به عینه صورت خسرو در او بست. بر آن صورت چو صنعت کرد لختی، بدوسانید بر ساق درختی. یادتونه گفتیم شاپور نقاش زبردستی بود؟ توی همون دشت قلم و کاغذ به دست گرفت و سری نقاشی چهره خسرو رو کشید. کارش که تموم شد نقاشی رو چسبون به تنه یه درختی. بعدش هم وزانجا چون پری شد ناپدیدار، رسیدند آن پری رویان پریوار. به سرسبزی بران سبزه نشستند، گهی شمشاد و گه گل دسته بستند. قبل رسیدن شیرین زود رفت یه گوشه‌ای قایم شد و بلافاصله بعد از پنهون شدن شاپور شیرین هم با 70 تا دختر خدمتکارش رسید. خدم و حشم شیرین بساط پهن کردن و مشغول شدن. چند تا دور هم نشسته بودن و گپ می زدن. می می خوردن و می رقصیدن و شادی می کردن و عشق و حالی برپا بود. در آن شیرین لبان رخسار شیرین، چون ماهی بود گرد ماه پروین. شیرین بین اطرافیانش مثل ماه بود. ماهی که ستاره ها احاطش کرده بودن و دورش می گشتن. چو خودبین شد که دارد صورت ماه، بر آن صورت فتادش چشم ناگاه. به خوبان گفت کان صورت بیارید، که کرده است این رقم پنهان مدارید. وقتی غرور ماه بودن، غرور زیباترین بودن شیرینو گرفت، روزگار جور دیگه‌ای باهاش تا کرد. اینکه ما صفت خاصی داشته باشیم با اینکه غرور اون صفت خاص رو به خودمون راه بدیم خیلی فرق داره. یه نفر خیلی آدم باسواد و آگاهیه، واقعا هم هست. یه زندگی آروم و روی روالی هم داره پیش میبره. اما همین که به باسواد بودنش مغرور بشه، همین که ادعای آگاهی بکنه، زمونه اون روی خودشو بهش نشون میده. کاری میکنه که بهش بفهمونه تو نه تنها هیچی بلد نیستی، بلکه خودت هم هیچی نیستی. انقدر خودتو تحویل نگیر الکی. برای شیرین هم همین اتفاق افتاد. تا وقتی که بدون غرور زندگیشو میکرد، همه چیز عالی بود. تفریح و گشت و گذار و اما همین که مغرور شد به زیبایی خودش، سختی‌های زندگی براش شروع شد. مجبور شد با فراز و نشیب‌هایی سر کنه که تا اون روز فکرشون هم نمی کرد. به هر حال چشم شیرین افتاد به نقاشی چهره خسرو و خواست طراحی رو بیارن براش. بیاوردند صورت پیش دلبند، بر آن صورت فرو شد ساعتی چند. نقاشی را آوردن و پرسید این کار کدوم یکی از شما هاست؟ کی اینو کشیده؟ همه اظهار بیخبری کردن و گفتن ما که نکشیدیم، نمیدونیم من والا کی کشیده. شیرین چهره خسرو رو که دید یه دل نه 100 دل عاشقش شد. چند ساعت همین جور خیره مونده بود به نقاشی. نه دل میداد از او دل برگرفتن، نه می شایستش اندر برگرفتن. به هر دیداری از وی مست می شد، به هر جامی که خورد از دست می شد. چو می دید از هوس می شد دلش سست، چو می کردند پنهان باز می جست. نمی تونست به نقاشی به یه تیکه کاغذ دل ببنده، نه صاحب نقاشی پیشش بود که در آغوش بگیردش. اما هرچی بیشتر بهش نگاه می کرد، بیشتر مست و شیدا می شد. کار به جای رسید که دختران نقاشی رو قایم می کردن، بعد شیرین با بیتابی هی سراغش ازشون می گرفت.
نگهبانان بترسیدند از آن کار، کز آن صورت شود شیرین گرفتار. دریدند از همان نقش گزین را، که رنگ از روی بردی نقش چین را. دخترها که دیدن کار بیخ پیدا کرده، یواشکی نقاشی رو پاره پوره کردن و از بین بردنش، تا شیرین خانم خدایی نکرده دلش بیشتر از این گرفتار نشه. چو شیرین نام صورت برد، گفتند که آن تمثال را دیوان نهفتند. پریزار است از این صحرا گریزیم، به صحرای دگر افتیم و خیزیم. وقتی شیرین پیگیر نقاشی شد، بهش گفتن این منطقه، این چمنزار جای جن و پریه. یحتمل اونا نقاشی رو برداشتن. بهتره که از اینجا بریم و یه بیشه دیگر رو پاتوق کنیم. این شد که از آن مجمر چو آتش گرم گشتند. سپندی سوختند و درگذشتند. برای دفع بلا هم یه اسپندی دود کردند که با دود نحسی رو از بین ببرن. بعدم رفتن که رفتن. فردای اون روز که قرار بود شیرین بره به یه دشت جدید، دگر ره بود پیشین رفته شاپور. به پیش آهنگ آن بکران چون هور، همان تمثال اول ساز کرده، همان کاغذ برابر باز کرده. شاپور دوباره صبح زود قبلتر از اکیپ شیرین رفت به دشت جدید و دوباره عکس خسرو پرویز و کشید و زد به تنه درخت. دخترها اومدن و مشغول بزن و به رقص و مستی شدن و همین که تو اوج بودن، دگر باره چو شیرین دیده بر کرد، در آن تمثال روحانی نظر کرد. به پرواز اندر آمد مرغ جانش، فرو بست از سخن گفتن زبانش. شیرین یه نگاهی چرخوند و دوباره چشمش افتاد به نقاشی چهره خسرو. دلش هوری ریخت پایین، زبونش بند اومد. تو انگار کن سالیان ساله که عشق خسرو رو در دل داره. به یاران بانگ برزد کین چه حال است، غلط می کرد خود را کین خیال است. به دخترها گفت این همون نقاشی نیست که دیروز دیدیم؟ این چه حالیه من دارم؟ خیلی مستم نه؟ توهم زدم انگاری. به سرویزان سهی سروان بفرمود، که آن صورت بیاور نزد من زود. برفت آن ماه و آن صورت نهان کرد، به گل خورشید پنهان چون توان کرد. به یکی از دخترها گفت بودو برو نقاشی رو بیار از نزدیک ببینمش. دخترم چون نمیخواست شیرین الکی واله و شیدا بشه، رفت نقاشی رو گم و گور کرد و اومد گفت نقاشی سر جاش نبود، جن و پری اونو برداشتن. این دشتم جن داره، دوباره باید بریم یه جای دیگه. این شد که وزانجا رخت بربستند حالی، ز گلها سبزه را کردند خالی. بار و بندیلشون رو جمع کردن و از اونجا هم رفتن. روز سوم تصمیم گرفتن برن نزدیک یه دیری، یه عبادتگاهی به اسم دیر پریسوز. معروف بوده به این که جادو رو دفع
و جن و پری رو دور می کرده. بدان گلشن رسید آن نقش پرداز، همان نقش نخستین کرد آغاز. دوباره شاپور رفت نقاشی رو کشید و گذاشتش یه جا که جلوی چشم شیرین باشه. دخترها اومدن و همون کارای دیروز پریروز رو انجام میدادن که باز شیرین نقاشی رو دید. شگفتی ماند از آن نیرنگ سازی، گذشت اندیشه کارش ز بازی. دل سرگشته را دنبال برداشت، به پای خود شد آن تمثال برداشت. غرق شگفتی شد شیرین این دفعه که آخه این چه بازی یه روزگار با من شروع کرده؟ داستان چیه آخه؟ این بار دیگه برای اینکه کسی نقاشی رو گم نکنه خودش بلند شد رفت نقاشی رو از تنه درخت کند و آورد. شیرین واقعا کارش ساخته شده بود. من یه چی میگم شما یه چی میشنوید. عاشق نقاشی شده بود که اصلا نمیدونه صاحبش کیه، اسمش چیه. با این حال گریه زاری میکرد، ناله میکرد، عین این عاشقای جگر سوخته. چو آن گل برگ رویان بر سر خاک، گل صد برگ را دیدند غمناک. بدانستند که آن کار پری نیست، عجب کاریست، کاری سرسری نیست. از آن پیشه پشیمانی گرفتند، بر آن صورت ثناخوانی گرفتند. که سربازی کنیم و جان فشانیم، مگر کاحوال صورت بازدانیم. اطرافیان شیرین وقتی دیدن تاج سرشون، ماه مجلسشون به این وضع افتاده، فهمیدن که این قضیه نمیتونه کار جن و پری باشه. وقتی 3 روز پشت سر هم یه اتفاقی میفته قطعاً ماجرای مهمی پشتش هست. این شد که از کار 2 روز قبلشون پشیمون شدن و علاوه بر این که چهره خسرو رو ستایش میکردن به شیرین گفتن والا حضرتا، تو رو خدا انقدر بیتابی نکنید. ما قول میدیم هر طور شده بگردیم و صاحب این چهره رو پیدا کنیم. حتی شده توی این راه جونمون رو فدا میکنیم، ولی شما رو به وصال میرسونیم. شیرین که دید اطرافیانش هم کنارشن و میخوان کمکش کنن، بدان بت پیکران گفتان دلارام، که از این پیکر شدم بی صبر و آرام. بیا تا این حدیث از کس نپوشیم، بدین تمثال نوشین باده نوشیم. به دخترها گفت من که صبر و تحملم از دست دادم. پس بیایید به یاد و به عشق و به سلامتی صاحب این نقاشی می بخوریم و مست بشیم که حداقل 2-3 ساعتی دلم آروم بگیره. مشغول شدن و نتیجه این میخواری این بود که شیرین فهمید مستی نه تنها دردشو درمون نمیکنه، بلکه بیتابترش هم میکنه. یکی رازان بتان بنشاند در راه، که هر کس را که بینی بر گذرگاه، نظر کن تا در این سامان چه پوید، و از این صورت بپرسش تا چه گوید. شیرین یکی رو مأمور کرد که اون اطراف بگرده و سر و گوش یاب بده و اگه آدم مشکوکی دید ازش راجع به این نقاشی پرسجو کنه. ولی متاسفانه بسی پرسیده شد پنهان و پیدا، نمیشد سران صورت هویدا. هر چی تلاش میکردن به جایی نمیرسیدن. هیچ سرنخی به دست نمی آوردن. با این وضع شیرینم روز به روز بیشتر پریشون حال می شد. از درد عشق به خودش می پیچید و خون گریه می کرد. یه روزی از همین روزا شاپور فهمید شیرین حسابی عاشق شده و دیگه وقتش خودشو نشون بده. حوالی پاتوق شیرین پیدا شد و
چو شیرین دید در سیمای شاپور، نشان آشنایی دادش از دور. شیرین وقتی چهره شاپور رو دید، یه حسی بهش گفت این آدم میتونه کمکش کنه. اشارت کرد کان مغ را بخوانید، و این در قصه‌ای با او برانید. مگر داند که این صورت چه نام است، چه آیین دارد و جایش کدام است. دستور داد دخترها برن جلوی شاپور رو بگیرن و راجع به این نقاشی ازش اطلاعات بگیرن که صاحبش کیه، اسمش چیه، داستانش چیه. دخترها رفتن پیش شاپور و ماجرا رو براش گفتن. شاپور چو پای صید را در دام خود دید، در آن جنبش صلاح آرام خود دید. به پاسخ گفت کین در سفتنی نیست، وگر هست از سر پا گفتنی نیست. وقتی دید صید به دام افتاده و هر ادایی دلش بخواد میتونه در بیاره، به دخترها گفت آره من یه چیزایی میدونم، ولی خب اینجوری سر پا نمیتونم بگم که. باید یه گوشه بشینم با خود شیرین خانوم، اون وقت هرچی میدونم و بهش بگم. دخترها بدو رفتن حرف شاپور رو به شیرین گفتن. شیرین که هیچی جز شناختن صاحب نقاشی براش مهم نبود، قبول کرد که خودش به دیدار شاپور بره. با همه شوکت و حشمت و خدم و حشمش راه افتاد. راه که میرفت تو آدمیزاد نمیدیدی. انگار پری داشت قدم بر می داشت. انگار ماه از آسمون به زمین اومده بود. لبی و 100 نمک، چشمی و 100 ناز، به رسم کهبدان در دادش آواز. که با من یک زمان چشم آشنا باش، مکن بیگانگی یک دم مرا باش. شیرین که رسید پیش شاپور، لب و دهن خوشگلشو باز کرد و گفت مرد حسابی، با ما به از این باش که با خلق جهانی. اذیتمون نکن تو رو خدا. اگه چیزی میدونی بگو دیگه، این اداها چیه؟ شاپور بلافاصله تعظیم کرد و دست شیرین رو بوسید و ستایشش کرد. بعدم نشستن کنار هم و بپرسیدش که چونی و از کجایی، که بینم در تو رنگ آشنایی. شیرین ازش پرسید خب از خودت بگو برام، کی هستی، اهل کجایی؟ جوابش داد مرد کار دیده، که هستم نیک و بد بسیار دیده. خدای از هر نشیب و هر فرازی، نپوشیده است بر من هیچ رازی. شاپور جواب داد والا من آدم دنیا دیده‌ای هستم، بسیار با تجربه و بسیار سختی کشیده. کشور به کشور دنیا رو گشتم و از همه چیز با خبرم. شیرین که فهمید شاپور کیه و چی کار است، بهش گفت اگه اینطوره و انقدر همه چی دونی، بگو ببینم چی درباره صاحب این نقاشی میدونی؟ به پاسخ گفت رنگامیز شاپور، که باد از روی خوبت چشم بد دور. حکایت‌های این صورت دراز است، و از این صورت مرا در پرده راز است. یکایک هر چه میدانم سر و پای، بگویم با تو گر خالی بود جای. شاپور جواب داد چشم بد ازت دور باشه سرورم. من این آدمو خوب میشناسم. قصهش طولانیه. میگم من بهت هرچی که میدونمو. ولی قبلش بگو آدمات از اینجا برن و تنها بشیم. شیرین دستور داد همه رفتن و شاپور که خیالش راحت شد کسی صداشونو نمیشنوه گفت صاحب این نقاشی آفتاب 7 کشوره. شاهزاده‌ای از نسل دارا و اسکندر، که تمام دلاوری ها و عظمت شاههای قبل از خودشو به ارث برده. شاهزاده خسرو پرویز که قرار شاه جهان بشه. قبلا هم فکر کنم گفتم بهتون که طبق متون ادبی اون زمان جهان از 7 کشور تشکیل می شده و وسعت ایران به اندازه مجموع وسعت 6 کشور دیگه بوده. برای همین به شاه ایران جهانشاه می گفتن.
خلاصه شاپور دست و پا شکسته راجع به خسرو پرویز حرف زد و یه اطلاعاتی داد. سخن می گفت و شیرین هوش داده، بدان گفتار شیرین گوش داده. شاپور که از یه طرف درباره خسرو می گفت، از طرف دیگه شیرین بیتاب و بیتابتر می شد. یه جاهایی می رفت تو فکر و غرق خیالاتش می شد، ولی باز دوباره به خودش می اومد و ادامه حرفای شاپور رو گوش می کرد. شاپور که حرفاش تموم شد و حال و روز شیرین رو دید، فهمید الان بهترین موقع است. برگشت گفت: شیرین خانوم، نمیخوای به من بگی قضیه چیه؟ نمیخوای راز دلتو برام بگی؟ چو میخواهی که یابی روی درمان، مکن درد از طبیب خویش پنهان. دوای دردت پیش منه، پس اگه میخوای بتونم درمونت کنم، باید کامل درد دلتو بهم بگی. بت زنجیر موی از گفتن او، برآشفت ای خوشا آشفتن او. شیرین دست و پاشو گم کرد و آشفته شد. اما همین برآشفتن هم در اوج زیبایی بود. درست نبود شخصی با جایگاه شیرین سفره دلشو پیش یک غریبه باز کنه. ولی خب چون یخش آب شده بود و بیشتر از این هم نمیتونست راز دلشو پنهون کنه، مهر سکوتو شکست. که ای کهبد به حق کردگارت، که ایمن کن مرا در زینهارت. باشه حرف میزنم، ولی قسمت میدم که تحت هیچ شرایطی راز منو فاش نکنی. راستش حالم خیلی خرابه. بدجور عاشق شدم. دلم داره از جا در میاد. در این صورت بدانسان مهر بستم، که گویی روز و شب صورت پرستم. ساعتها خیره میشم به این نقاشی. یه جوری که اگه کسی ندونه فکر میکنه دارم این نقاشی رو میپرستم. به کار آین در این کارم به یک چیز، که روزی من به کار آیم تو را نیز. تو توی این ماجرا منو کمک کن، مطمئن باش منم یه روز جبران میکنم برات. چون من در گوش تو پرداختم راز، تو نیز ار نکته‌ای داری در انداز. حالا که من رازمو بهت گفتم، تو هم بیشتر برام از خسرو بگو. شاپور که پاکی و صداقت شیرینو دید، تصمیم گرفت اونم راستشو بهش بگه. گفت که چون قسمم دادی و خودت هم راست و حسینی حرفاتو بهم گفتی، منم میخوام یه چیزی بهت بگم. من اون کسیم که این نقاشی رو از چهره خسرو کشیده. چو تو بر صورت خسرو چنینی، ببین تا چون بود کو را ببینی. تو که با یه نقاشی اینجوری دل باخته شدی، اگه خودشو ببینی چی کار میخوای بکنی؟ جهانی بینی از نور آفریده، جهان نادیده اما نور دیده. شگرفی چابکی چستی دلیری، به مهر آهو به کینه تند شیری. تو خسرو نمیبینی، تو آدمیزاد نمیبینی، یه جهان نور میبینی. نور چشم تمام عالم این پسر. همه صفات خوب جهان توی این آدم جمع شدن. با اینکه جوون و کم تجربه است، اما عقل و خرد ریش سفیدا رو داره. نه تنها خردمند و داناست، بلکه شمشیر زن و جنگ جوی بی نظیری هم است. پکیج کاملیه برای خودش. بدین فر و جمال آن عالم افروز، هوای عشق تو دارد شب و روز. خیالت را شبی در خواب دیده است، از آن شب عقل و هوش از وی رمیده است. نه می نوشد نه با کس جام گیرد، نه شب خسبد نه روز آرام گیرد. به جز شیرین نخواهد هم نفس را، بدین تلخی مبادا عیش کس را. حالا این خسرو خان با این جلال و جبروت، جز شمایی که شیرین خانوم باشی هیچی نمیخواد.
یه شب خواب تو دید و مژده شما رو بهش دادن. دیگه از اون شب به بعد نه خواب داره نه خوراک. شب و روز فکر و ذکر شمایی. درد عشقش از شما بیشتر نباشه کمتر نیست. شاپور از این دست حرفا زیاد گفت. شیرینم که دیگه من چیزی نگم بهتره. خودتون خوب میتونید حالشو حدس بزنید. بدان آمد که 100 بار افتد از پای. به صنعت خویشتن می داشت بر جای. چند بار اومد که بیفت زمین از حال بره، اما به زور خودشو سر پا نگه داشته بود. زمانی بود و گفت ای مرد هوشیار، چه میدانی کنون تدبیر این کار؟ یه مدت گذشت و شیرین گفت حالا چاره چیه؟ خسرو اونجا حالش بده، من اینجا اینجوری، چی کار باید بکنیم؟ بدو شاپور گفت ای رشک خورشید، دلت آسوده باد و عمر جاوید. صواب شد که نگشایی به کس راز، کنی فردا سوی نخجیر پرواز. چو مردان برنشین بر پشت شبدیز، به نخجیر آی و از نخجیر بگریز. نخواهد کس تو را دامن کشیدن، نه در شبدیز شبرنگی رسیدن. شاپور جواب داد سرت سلامت والا حضرت، راه چاره‌تونم پیش خودمه. به دخترای دور و برت بگو که میخوای بری شکار. وقتی رسیدید به شکارگاه، سوار شبدیز شو و با تمام سرعت بتاز و برو. کسی هم نمیتونه به خاطر این کار بهت اعتراض کنه، نه اصلا اسباشون به گرد پای شبدیز میرسن که بخوان جلوتو بگیرن. این انگشتر رو هم بگیر، انگشتر خسروه. همراهت باشه که اگه اتفاقی توی راه خسرو رو دیدی، اینو نشونش بده تا بفهمه تو کی هستی. حالا چجوری خسرو رو بشناسی؟ سمندش را به زرین نعل یابی، ز سر تا پا لباسش لعل یابی. کله لعل و قبا لعل و کمر لعل، رخش هم لعل بینی لعل در لعل. نعل اسبش از طلاه، خودشم انقدری پوشش و ظاهر فاخری داره که با یه نگاه متوجه میشی طرف خسرو پرویز شاهزاده ایرانه. وگرنه از مداین راه میپرس، ره مشگوی شاهنشاه میپرس. اگه توی راه خسرو رو دیدی که هیچ، گفتم بهت چی کار کنی. اگه ندیدی پرسون خودتو به مدائن برسون. به مدائن که برسی، خونه خسرو چنان با شکوهه که خودت میفهمی کجا باید بری. وقتی رفتی داخل، انگشتر خسرو رو به کنیزا و اهالی اونجا نشون بده. اینجوری دیگه کاری به کارت ندارن که هیچ، مستقیم میبرنت پیش خسرو. تماشای جمال شاه میکن، مرادت را حساب آنگاه میکن. وقتی رو در رو خسرو رو دیدی، اون وقت ببین واقعا عاشقشی و میخوایش یا نه. منم پشت سرتو دارم میام. البته دوست دارم همراهت باشم ولی خب اسب من عمرم به پای شبدیز برسه. ولی خیالت راحت، تو برو، من هواتو دارم. حرفای شاپور که تموم شد، شاپور و شیرین از هم خداحافظی کردن و جدا شدن. شیرین به دخترها دستور داد که سریع وسایلا رو جمع کنن تا با تمام سرعت برگردن به خونه، به قصرشون. رفتن و چند روزی رو استراحت کردن تا اینکه یه روز به بانو گفت شیرین که جهانگیر، برون خواهم شدن فردا به نخجیر. یکی فردا بفرما ای خداوند، که تا شبدیز را بگشایم از بند. برو بنشینم و صحرا نوردم، شبانگه سوی خدمت بازگردم. شیرین به مهین بانو گفت سرورم، من تصمیم دارم فردا به شکارگاه برم و یکم شکار و سوارکاری کنم. ممنون میشم اگه دستور بدید شبدیزو برام آماده کنن. مهین بانو جواب داد که
شبدیز بسیار تند و تیزه. میترسم یه وقت سرعتش انقدری بشه که آسیبی به تو برسونه. وگر بر وی نشستن ناگزیر است، نه شب زیباتر از بدر منیر است. ولی خب اگه اصرار داری حتما با شبدیز بری، تو خواستت برام خیلی مهمتر از این اسبه. چشم، میگم آمادش کنن که به تفریحت برسی. رخ گل چهره چون گل برگ بشکفت. زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خفت. شیرین با موافقت مهین بانو گل از گلش شکفت. با خوشحالی تعظیم کرد و رفت بخوابه که فردا روزی بسیار مهم در پیش داشت. ما هم مثل شیرین خانوم بریم یه استراحتی بکنیم و باقی ماجرا بمونه برای قسمت بعد. برای حمایت از رادیو سپندار اونو به هر شکلی که بلدید به بقیه معرفی کنید و اگه دوستش دارید با لایک و کامنتاتون در اپلیکیشن کست باکس کمک کنید بیشتر دیده و شنیده بشه. ممنون که تا اینجا همراه و شنونده من از داستان خسرو و شیرین بودید. تا قسمت بعد و شنیدن ادامه ماجرای عشق خسرو و شیرین، خدا نگهدارتون.